سلام آقا، این مذاکرات همینجوری داره مثل جسم ناقص عظما کش میاد. هرچی زمان میگذره وضعیت پیچی تر میشه و ظریفان نظامم پشت درای بسته مشغول کشمکشی که تا اینجای کار هم تیم مذاکره کننده و هم ولی فقیهشون رو حسابی کشمکشی کرده. 3 دور مذاکره دو جانبه به مدت 8 ساعت پشت درهای بسته میان وزرای خارجه ایران و آمریکا برای تسریع در پیشرفت مذاکرات جامعه هسته‌ای. مذاکرات بسیار فشرده بود و بسیار صریح و خیلی جدی. ما همه موضوعاتی رو که در دستور کار هست رو یک بار مرور کردیم. آخرین مواضع رد و بدل شد. بابا خفه کردین خودتون رو با این رد و بدل کردنتون. ضمناً اینقدر دلتون رو به درای بسته خوش نکنید. فردا کنگره فشار میاره، بعد مثل این سری میان بند و آب میدن و پته عزت نظامو میریزن رو آب. خب حالا ببینم موضوعاتی که اولاغچی تو مذاکره مرور کرده چیا بوده؟ وقتی که ما در همه موضوعات به توافق نرسیم، در حقیقت در هیچ موضوعی به توافق نرسیدیم. یک کار بسیار سختی هست، پیچیده هست. علت اصلیش هم این هست که موضوعات متنوع، موضوعات بسیار مختلفی وجود داره. خب یه سمتش بحث تحریم ها هست، یه سمتش بحث برنامه صلح‌آمیز هسته ایران هست. این برنامه خودش ابعاد مختلفی داره. دیدید این اولاغچی چجوری بنبست علی گدا رو لو داد؟ میگه یه سمتش تناب تحریما و خفگیه، یه سمتش هم بمب و هسته. حالا علی گدا بیلون و سرگردون همینجوری داره پیلی میخوره، هی از این ستون مذاکرات میره به اون ستون مذاکرات تا شاید یه فرجی بشه. اما اونچه که کاملا پیداست اینه که وضعیت نظام خیلی قرمزه. این تیکه رو ملاحظه کنید. ظریف و کری پس از پایان گفتگوهای رسمی دقایقی در کنار رودخانه رون در مرکز ژنو قدم زنان صحبت کردند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت اگر کشورهای غربی جدی تصمیم بگیرند و خط قرمزهای بیمورد مطرح نکنند توافق حاصل می شود. اوه هیچی دیگه، تکس رنگ و بگو بخند کم بود. تاتی کنار رود روونم بهش اضافه شد. نگفتم اوضاع خطریه؟ حالا دیدنی تر از همه قیاف دلواپسان نظام بعد از دیدن این قدم زدن ذلیلانه. تا همین جای کارم کیهان شریعت نداری یه قرقری کرده، بقیه‌ش هم گذاشته بعد از پایان مذاکرات. رادیو آزاد اروپا با انتشار تصاویری از پیاده‌روی 15 دقیقه‌ای کری و ظریف در خیابان‌های ژنو خبر داد. این اقدام سوال برانگیز و خارج از عرف در حالی انجام شده است که مراوده 2 وزیر خارجه در محل نشست مذاکرات تعریف شده و این گونه اقدامات شاید مصداق حرکت‌های نابجای دیپلماتیکی باشد که می‌تواند سوء تعبیرهایی را به دنبال داشته باشد. حالا برای اینکه راز این قدم زدن و علت این سینه خیز رفتنای ظریفان نظام خوب روشن بشه، یه نگاهی میندازیم به خبرگزاری رویتر که اصل حرفو زده. های اتمی از مسیر خود در صورت اعمال تحریم‌های جدید، سناتور ارشد باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز چهارشنبه گفت قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات طرح خود برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به پیش خواهند برد. بله دوستان، اصل حرف همینه. ریش علی گدا لای چنگک تحریما گیر کرده و موتورش حسابی گیر پاچ کرده. حالا همونطور که اولاغچی هم گفت یا باید هی قدم بزنه و بعدش هم جام زهر رو بزنه تو رگ، یا هم باید بره برای هسته و شاخ به شاخ شدن با کل دنیا. یعنی داستان همون داستان بنبسته، منتها بنبستش هی بسته تر میشه. رأسای داغ و شفا با آقا
شکار